شما بخیر ریزا گیف هستم و حالا من قرار دارم در مغازه رسمی شهر بارسلونا یا اینکه باشگاه بارسلونا که در نزدیکی میدان سپاتیفای کامپ نو قرار دارد و من این نوار رو میکنم چون که با من پیسم بود وارد شدن با این گونه مغازه ها، خصوصا مغازه رسمی که در این شهر قرار دارد و در گذشته این گونه نوارها رو نیز من تماشا میکردم و حالا اون رو من با شما پیشنهاد میکنم هر یک کنج این مغازه رو ما رفته نرخ‌های آن رو هم دیده با شما پیشنهاد میکنیم و با شما تماشای پرفراغت رو خواهانم. این میدانی که میبینید میدانی پر حشمتی سپاتیفای کامپ نو است ولی متاسفانه حالا در آن ساختمان رفته ایستاده است و همه جا پر از سیمخوار هستند و ما را اجازه نمیدهند که وارد شویم. خیلی میخواستم که این میدان رو ببینم ولی این دفعه در تقدیرم نبوده است ولی شاید تابستان بار دیگر آیم و وارد شوم با این میدان. این شامی بارسلونا است و اینجا مکان مخلصان این دسته هستند و خیلی هم زیبا و مثل هرچه سال نوی دارد و بله جای دیدنی با من پسند آمد. شاید که این دفعه ما کمی دیر کرده باشیم ولی همین قدر از دستمان آمد. حالا باشد اینجا مکان فوتو کنه بینیم چی گفت است چی کار میکنم. Please wait here. اینجا با فکرم مغازه هست. دفتر یک وقتا خیلی دفتر از مغازه اکه اکرام می‌خرید ولی این قلبکی بود در اینجا اوریجینال است از نزدیکی کامپ نو و خیلی جون این طرف چک اوت است و این طرف چک ها نرخش هم اینقدر گران نه ولی شاید که گران باشد 29 یورو برای انا همین لباس و اینش باشد 39 اینش باشد نرخش نوشتگی نیست گاه باچه اینش باشد خیلی گران 99 یورو. این طرف با فکر نشون دادم نه این طرف جای توب ها مثلا این توبی رسمی بارسلونا است نمیدونم که اینش نرخش اکنون برای من فوتبال بازی خیلی پسندیده ترین این زمان البته که این جناب پدری است چون که ماس این بود با بازی های زیبایش که ما را با اینیستا و خاوی بوسکتس خاطر رسان کرد یا که خاطره آنها را با ما آورد. بیا دیگر طرف رویم چون با شما نشان دهم چون که این مغازه 3 آشیانه دارد. بیا Çok güzeldi mi? Neyler yiyor? اکنون بیاد با آشیانه دوم رویم. بالا اینجا آشیانه دوم است ولی آشیانه سوم بعدا باز در کنه آشیانه یکم هم هست. Fotoğraf çekeyim mi seni? Çok ikonik. Evet. Şu şeye kaynar da göstereyim. چقدر زیبا می نماید و در اون طرف از میسی کنی به طرف بودیم چی را پس دارم
اینو نشون ده از کامپ نو است نمیدونم که با فروش است یا اینکه این کلمه ندیدم نه این همون پیراهنه که در سانتیاگو برنابئو بازی کردن بود و با تمام مخلصان رئال مادرید نشان داد که کی است شوی فوتبال و من فکر میکنم که باز امضای خودی مسی است و در آن طرف هم امضای خودی رئال خودش آن را امضا کرده و در اینجا مانده است. بله ولی بیاید اون طرف رویم و از اونجا کنه ببینیم که چی گپ هست. Tarta de fresa. چیز دیگری که محض این کلوب رو افسانه‌ای میکنه در تاریخ بازی این ما مید این لاماسیا یا اینکه از لاماسیا ساخته شده و این باشگاه توانستی بهترین فوتبال بازها رو در تاریخ تربیت کند یا اینکه این اکادمیا با مثل مسی و پیکی و اینیستا ولی کامera چی؟ کامera را با دست دیگر تفاقیدی ساز است؟ حالا اینجا ببینید شب زیبا و اینجا چی؟ این طرف بیا Bunlar eski formalarda. این بود اوشانه سیوم بعدا اون اوشانه دوم است و باز در پایان اوشانه یکم است بیا من یک بار نشان دهم Héctor, ahí hay más. بله این گونه Allá al fondo, Héctor. اکنون بیاید آیسته من یک چند رسم گیرم کامراچی من رو رسم میگیری نه؟ یس و بیا در پیش بارسلونا در پیش همون خانهای زیبایی که حتی مسی خودش امضا رسونده بیا چطوری که میبینید در اینجا باید نوبت ایستاد اکنون بیا رسم بله این گونه من ایستادم این تمام نمیدونم چی میگویم لوگوی بارسلونا بازابون که بازابون روسی زنه تا که کامراچی ما رو رسم میگیرم این بلاگ رو همین گونه تا آخر میکپیم اما چی باید مستقیم باشد گرفتی؟ خب اکنون بیا با این طرف حالا ایستا با اوشانه اول رویم و بعدا آمده تو رو من رسم خواهم بیا بله این توب نرخش 29 یورو سی آن رو در خطور داره نه شبی خیلی هم فراموش نشونده بود بیا با اوشانه اول رویم
Ada las vidrieras, aquí abajo. Hasta el cuarto. Hasta el cuartito. باز چیه؟ فکرم اون طرف رو بریم. این طرف هم این لباس ها رو من تا به حال برای ندیده بودم و اینش با من بسیارتر پسند نظر به دیگر لباس ها و اکنون برای خاتمه کردن این نوار ما باید رویم در مرکز همین مغازه و در آنجا کم ترک ایتیم و بعدا خیلی خوش کنیم. این است مکانی که میبروی و بعدا با آشنای دیون میره و همین تمام. تشکر که وقتی خود رو دریغ نداشتید و این نوار رو از مغازه رسمی بارسلونا که در نزدیکی میدان سپوتیفای کامپ نو است با ریزو گیفت تماشا کرده. تا دیدار.